در سمت سریوق آبیاری نمودن میدان‌های کشت زراعت‌های کشاورزی از جانب کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه شهر نو کارهای معین به سامان رسانده می‌شود. باید گفت که اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه شهر نو همان‌روزه برای تعمیر و نگاهبین و استفاده برای شبکه‌های آبیاری و انشاءات گیدروتکنیکی تازه نمودن نهرها و زهبور و زهکش‌ها در مجموع برای آبیاری نمودن 7216 گکتار زمین آبی خدمت می‌رساند. اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه شهر نو در سال 2018 تمامی کانال زهبورها رو تازه کرده، نقشه آبیاری رو پورا به اجرا رسانده ایستاده است. خیلی که به همگان معلوم است سال 2018 خشکسالی اومد، به همین نگاه نکرده ما تمامی کوشش غیرت‌ها رو در پیش مانده تمامی خواجگی‌ها رو با یخبانی تامین نمودیم. در آینده ما نقشه داریم که سال روان خواجگی رو با آب تا آخر تامین نماییم. در حدود ناحیه شهر نو زیاده از 20 شبکه آبیاری با طول درازی 144 کیلومتر و 6 زهبور و زهکش‌های بین خواجگی با طول درازی 44 کیلومتر موجود است که آن همان‌روزه زمین‌های کشاورزی و سریوق با آب تامین می‌نماید. بنابر سبب همین خشکسالی آمدن ما با در اساس دستور و سپارش‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر نو و اداره بهداشت زمین بهداشت آبیاری ناحیه شهر نو زهبورها رو کندیم و چه خیلی که شما دیده استودید نتیجه همین یخبانی بود که خواجگی‌های دهقانی حدود جماعت حاصل‌های دلخواه را به دست آوردند. همه همین نتیجه ها با سبب دستگیری اداره بهداشت زمینی آبیاری ناحیه شهر نو میباشد. از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصول نوکی 16000 متر کوبی به طول درازی 2800 متر زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شده 50 گکتار زمین‌های کشاورزی که حالت ملیارتیوی غیر قناعت بخش داشتند به حالت قناعت بخش برگردانده شده است.